این سفر با پیشنهاد کی شد، چه خیل شد، کی کمک کرد؟ فرصتی مناسب است که من با یک گروه جوانانی که در دین نیوگانند و در مسکو و پترزبورگ هستند، در مسکو این گروه محفلی دایر مغان، محفلی زردشتیانی تاجیکستان رو در مسکو تهیه دادند. نه همشون زردشتی هستند، آریا مسلمان هم هستند. همینه که 200,000 نفر زردشتی گلو موندن در یزد و کرمان. زردشتی این ببخشید نهضت اسلام نیست که با یک قبضریش اعضا کنه، میگه که مثلا با یک قابچه کارتوشکا مانند یگان حزب دیگر. من همون روزی که همین سیستم دولتداری ما اگر دموکراتی بودنش برهم خورد، یک روز در تاجیکستان نیست. باور کنید همونها این قدر آزادی که دارن، من در جامعه دموکراتی شب و روز حقارت میشنوم. شما رفته دیدید با چشم خود همین با شهروندان ایران چگونه تاثیر کرد؟ گنوم آریایی خلاصی وقتی که دشمن هجوم میکنه خطای شاه را میبخشن ولی مقابلی ملت و دولت خود نمیخیزن. در ما یک جریانی با یک متعصب دینی بدل یافتنی اونهایی که از مثلا 14 ساله تا 25 ساله هستند بسیار اوج گرفته است. ایران جمهوری اسلامی است، روح در اونجا دموکراتی. تاجیکستان دموکراتی از روح اسلامی. من میدونم که به نزدیکی شما از سفر جمهوری اسلامی ایران آمدید و تقریبا 30 برنامه بود. همه این برنامه من تماشا کردم و چیزی از همه عجیب برای من مثلا سفر شما به شهر یزد بود. واقعا یک فکت و دلیل و تاریخی نو برای من بود که در آن من دیدم و عموما اصلا میخوام درباره همین سفر فکر کنید که این سفر با پیشنهاد کی شد، چه خیل شد، کی کمک کرد، چی چیزای نو برای خودتون گرفتید و چی گفتنی های تازه داره در این باب؟ اولا فرصتی مناسب است که من با یک گروه جوانانی که در دین نیوگانند و در مسکو و پترزبورگ هستند، در مسکو این گروه محفلی دایر مغان نام دارند. یک گروه آری تبارانی شهروندانی روسیه ولی تاجیکان در اینجا دایره رو تنگ دیدن و در اونجا محفلی زردشتیانی تاجیکستان رو در مسکو تهیه دادن. نه همشون زردشتی هستن، آریا مسلمان هم هستن. من همین ایده آریا مسلمان هم پیشنهاد کردم که مثلا خورشید تو مسلمانی، سیف مسلمانی ولی آریا مسلمانی، نماز خان با گذشته سنگ نزن. این تاریخ هست. با تاریخ با اصل نسبت کردار نشد. چون حتی حضرت محمد هم پدرش که کافر بود حقارت نمی‌کرد و موسی و عیسی دیگه همه پیامبران پدرشون از دین‌های یک خدایی نبودن. ولی چی شده است برای ملت تاجیک مثلا نیوگانی خود را سنگ میزنند، حقارت میکنند؟ اوستا و زردوش چی گناه دارد؟ مثلا من تنها گفته ایستادم که همین دین نیوگانی ما حق دارد مانند 66 تشکیلات دینی دیگر در تاجیکستان هست. مثلا چندین تشکیلات های کاتولیک ها هست، نصرانی ها هست، خب یهودی ها هست، بودایی ها هست. خب بغیر است دین نیوگانی خودمون من یه چی خواهش میکنم. زردشتیه این ببخشید نهضت اسلام نیست که با یک قبضریش اعضا کنه، میگه که مثلا با یک قابچه کارتوشکا مانند یگان حزب دیگر. یعنی اینجا ده اصلا باید بدونی یک 300 400 500 کتاب باید خوانده باشی بخصوص تاریخ ملت رو با طریق اتوماتیکی خودت با نیوگانت میپیوندی. این دین اکادمی است. من از همین افیر بلند شما که بسیار میلیونه تماشاچی دارد میگویم برادران خاطر نشوید، من ایمانی کسی را دزدیدن نیستم، با دینی کسی کار داشتن نیستم. کنستیتوسیون ماده 26 قانون اساسی ما، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 26 میگوید که هر فرد تاجیک حق دارد تنها یا گروهی از دینی برآید در دین دیگری درآید و ماده های کودکس جنایی هر کسی که تبعیض دینی میکند مجازات میشود و کفیل سرقانون جناب عالی است.
من همون روزی که همین سیستم دولتداری ما اگر دموکراتی بودنش برهم خورد یک روز در تاجیکستان نمیستم، ولی از بر ایمان و دینی نیاگانم نمیگذارم. خب یزد وطن زردشتی ها هست، همینه که 200,000 نفر زردشتی گلو موندن در یزد و کرمان هم. خب چون البته با کوچ بستن وظیفه گرفتن چیکار کردن، تهران آمدن، اصفهان آمدن، هستن در 6 شهرهای بزرگ ایران زردشتی هستن. بغیر آنه که 200,000 که چون دیگر نتوانستن در محیط اسلامی زیستن رفتن به بمبای و گوجرات هندوستان، اونا پارسیان هند هستن. 200,000 هست در هندوستان، حالا تعدادشون رو کسی زیاد هم باید باشن. در ایران هم کسی تعدادشون رو معین کرده نمیتونه، چون من 2 ولایت گفتم ولی من شیراز رفتم آتشکده است، اصفهان رفتم آتشکده است، تهران رفتم 3 آتشکده است، در کرمان هست. یعنی با وجود اینه که از جانب خدمات امنیتی کم فشارها دارن، ولی اونها هم چون اعتقادشون که قوی است، سنگین است، سخت است، با کسی کار ندارن. هرچند در اومد دیگه در پارلمان دپوتات دارن، نماینده مردمی دارن، ادوکات دارن، حقوق شناس دارن، خب کالج دارن، لیسه دارن، پرورشگاه دارن، دبیرستان دارن. در تهران من آدریان دریاتش مثلا بزرگترینش قبرستان دارن، جمعیت دارن. و با وجود آنه که نظامی دولت اسلامی ایران اینقدر سخت است، باور کنید همونها این قدر آزادی که دارن. من در جامعه دموکراتی شب و روز حقارت میشنوم. جامعه ما دموکراتی است که مثلا، ولی اونجا ببین در با همین شدیدترین نظام اسلامی اونها زندگی خوب دارن، آسایشته دارن، تجارت دارن، بیزنس دارن. واقعا عبدالقادر همین سفر شما در همون شب و روزی از جانب پارلمان لغو کردن قانون درباره پوشیدن سطر حجاب پیدا شد. همین شما رفته دیدید و چشم خود همین و شهروندان ایران چگونه تاثیر کرد؟ از گفته ها و شنیده ها شاید دقیق نباشد و شاید دقیق باشد. هم خیلی فهمیدم که در این جنگ 12 روزه علیه اسرائیل و آمریکا اونها چه هدف داشتن؟ ما میزنیم و مردم میخزن و این نظام اسلامی رو چپگردان میکنن. ولی چون گنامی آریایی خیلی است که وقتی که دشمن هجوم میکنه خطای شاه رو میبخشن ولی مقابلی ملت و دولت خود نمیخزن. و با همین یعنی که چون در این 12 روز تیر خاک خورد و این گروه آخوندار و حکومتدارا رو چپگردان نکردن این ملت، ولی متحد شدن مقابل غاصبان، مقابل نفرانی که تجاوزگران. و در ایران هم خیلی آوازه است که یعنی که هم علی خامنه‌ای رهبر امروزه دولت ایران با پارلمان با مشاوران به خلاصه آمدن که راستی چند سال اخیر همین زنها همین اعتراض میکردن که همین روی ما همین سطر از ما نیست، ما ما نمازان میخونیم ولی ما را در همین درون قاب‌های سیاه نه اندازید. خلاصی کلام که همچون جست مینت‌داری، ارجگذاری، یک لطف کردن و گفتن که دیگر صدر حجاب. و باور نکنید خورشید از 10 زن ایرانی حالا 4-5 در بعضی میدونی که مثلا قم شهری مذهبی است، مشهد شهری مذهبی، ولی شیراز، تهران، اصفهان، آذربایجان و منطقه بلوچستان اینا شهری که این سخت مذهبی نیستن. اینا مثلا اطراف نیشاپور اینا تاریخاً اجدادان مردم آزاده و آزادنده شن. از 5-6 نفر دخترهای ایرانی علاقه کاملا کم دست هر دست ولی چنان یاد کردن سر و لیچ گشتن که رومال ها پرتفتن. شما باور میکنید خورشید آوازه است که هر روز در یک شهر تا 100 کاشانه حسن کشاده شده است. در تمام ایران هزارها بیزنسی همین آرایش موی سر زن یا که همین سرتراش خانه هایی که ما میدونیم ولی با کاشانه حسن است کو برای مخصوص زن ها، پدیکور موی سر همین در هر کوچه همین سر میخواد 2-3 تا کشاده شده است.
امین عبدالقادر وقتی که همون سفر نامه های شما من خوندم حتما من چیشم خوندم شرحی بینندگان و یک چیز یافتم که بسیار دردآور است. این مثلا شما یک مرتبه نوشتید که اونهایی که عقیده دیگر دارید و با اندیشه های من راضی نیستید از صحیفه من بیرون شوید. مثلا من اول فکر میکردم که برای چی عبدالقادر نمیتواند با همونها آرام صحبت کند، آرام فهماند، ولی وقتی واکنش اونها دیدم که و هر یک چیزی که شما می نویسید اونا بسیار تند جواب میدن. حتی یک نفر وقتی که شما سراغ کارگاه پرسیدید چی پرسیدید نوشت که من دارم سراغش لیکن به تو نمیدیم. تا همین درجه نفرت و بدبینی. خیلی بدبختانه حاضر منم مثلا حوادث ایران رو پیگیری میکنم. اگر که در ایران اصلا جوانایی که تا 35 ساله هستند از نسیم خلاص شدن از وضع تعصب و وضع عرف عادت ها بسیار خرسند باشند، بالیده باشند، ولی در ما بدبختانه برعکس این است. در ما یک جریانی با یک متعصب دینی بدل یافتنی اونهایی که از مثلا 14 ساله تا 25 ساله هستند بسیار اوج گرفته است و باید پیش روی همین را. یک برادر زیبا گفت که ایران جمهوری اسلامی است، روح در اونجا دموکراتی. تاجیکستان دموکراتی است، روح اسلامی. تعصب زده. حالا جوانان در اومد دیگه با خوب نکی لطفی دیگری به قبل شما حکومت ایران با کردن پلیس اخلاق از کوچه ها برداشته شده است. من صحبت کردم از همین 35 36 ساله پایین تقریبا مسجد نمیروند، روح آزاد شده است کمی، با وجود همین سخت میندارشان از حکومتشان که اقلا همین آزادی ها هست. حالا همین یک چیز است که وقتی که دولت در بلاکت است، در بحران است، مثلا تیارها اروپا نمیپرند، امریکا نمیپرند، دیگر کشورهای دموکراتی نمیپرند، کمی همین روحی اینا رو آزرده کرده است. روحی مردم میخوان به جای بیروی ولی نیست، همون رئیس سمالیات نیست. مثلا امریکا، فرانسه تیارا نیست، انگلیس نیست. عبدالقادر عزیز، اکنون یک سوال دیگر این که مثلا شما ایران هم رفتید، دیدید با چشم سر خیلی چیزایی نو آموختید. مثلا من کم خبر داشتم وقتی سفر دیدوی شما خواندم خیلی چیزایی نو آموختم. اکنون چیکار کردنی هستید؟ خب کوتاه باز در مورد این موضوع کمی شرح بدیم. بعد خب من یک چی درخواست مردم شیراز رو میرسونم به حکومت جمهوری تاجیکستان و به رهبریت فرودگاه و یا که شرکت های هوایی تاجیکستان. سامان تاجیک ببین که مثلا مشهد شهر مذهبی است، حکومت ایران اونجا خطی طیاره باز کرد، ولی شیراز که یک بزرگترین استان ولایت و روح دموکراتی است، اونجا تخت جمشید، نقش رستم، اونجا دارا، اونجا کروش، اونجا اردشیر، اونجا فلان سعدی و حافظ. از چی باشد که یعنی که ببینده یعنی که حکومت ایران روح آزادی شیرازی ها را میداند. من گمان میکنم که اونها میخواهند که مستقیم طیاره مستقیم تصور کنه که مثلا ما تهران 2500 کیلومتر میپریم که باز 1200 کیلومتر 1000 کیلومتر دیگه پرواز کردن نکنه بعد شیراز. ولی ببین که مشهد پرواز مستقیم شده است. کش چی؟ کش این جزیره جای استراحت است، جای آبازی است، جای پلاژ است، یعنی اونجا دیگه بیرون نمیبره از اونجا. ولی مردم شیراز میگن که 3 مراتبه پایتخت ایمپریا بودیم ما. اینجا هم یعنی که همین تاجیک خودش رو اینجا آریایی احساس میکند وقتی که تخت جمشید میرود، آرامگاه کروش میرود، داروش میرود، پیش سعدی و حافظ میرود. چرا طیاره نیست میگن؟ میبخشید امین حاضر در مورد آن که پایتخت ایران کوچانیده شود، مثلا تهران در سطح بالای حکومت ایران گفتگو میرود و احتمال آن هست که پایتخت ایران کوچانیده شود.
این با تخمین شما با کجا کوچانیده می شود؟ خب من پرسیدم در حقیقت واقعا هم من احساس کردم که مثلا شبانه روزی غیر نمازهای معمولی از طریق بلندگویک ها نماز باران طلبی باران میخوانند. در تمام ایران 4 ماه شد. آخران به خورشید میدونی که این باران برده است در ایران 10 مارس و میدونی چند سال خشکسالی است در ایران؟ 6 سال. حوض های آبی که مثلا از ورزاب دوشنبه رو تامین میکند کو حوض های آب بله. پالانده میشن و به ما همه حوض ها خشکیدن. هزار ماشین به قول ودواز آبکش از دیگر جاها اینجا آب ریخته ایستادن. 18 میلیون اهالی در تهران حالا هم آوازه است که 10 روزگه آب مونده است. و پزشکیان هم در چند برنامه‌اش گفت که فرصتی راسته است که ما دیگر امکانات داریم در اطراف تهران بحر نیست. اگون سپاس و شکرانه از اهورامزدا و الله که تاجیکستان 60% آب 5000 کیلومتر با ماشین حرکت کردیم یک چشمه و یک دریا نیست. 5000 کیلومتر کوه تپه است. کوه نیست. کوه های ایران از 500 متر 800 متر بلند نیست. اونجا برف نمیشینه، پیریخ ندارن، در مانند ما 900 دریا ندارن، چشمه نیست، بیابان همه. تصور کنید 15-18 ولایت بیابان است. 4 ساعت ما از یزد اصفهان 4 ساعت از اصفهان تهران دو طرف یک درخت نیست، یک ودپرواد و یک چشمه نیست و خیلی حالش شما یاد دارین که یک زمان احمدی نژاد با جناب ولی صحبت کردن مسئله کلی سرز از اون طرف. انا ببینید من دیروز چی گفتم 1 لیتر بنزین ببینید که مثلا من در $1 10 سومونی خودمون می شود. 30 تا 36 لیتر بنزین می شود. در 20 سومونی در $2 $1 و 80 سنت ما 60 لیتر بنزین زفرف کردیم. از اصفهان به تهران اومدیم و از اگر تو مثلا خورشید مثلا کارمند دولتی $220 پول میگیری با $20 تالون بنزین میدهد حکومت. میدونی چند؟ 15 درمی لیترش. 200 لیتر تالون دارد کارگر دولت. کسی که ماشین دارد، ماشین هم نداره میتونی تالون بگیری، چون میدونی که این دولت 40 سال در بلاکاد است، تحریم ها همه چیز در درون استحصال میکنن، ولی چون پول بیرون نبرآمد قربی پول چیکار میکنن؟ پول انفلاسیون تورم. مثلا همین شهروز که در تاجیکستان 22 دوستش داشتن راه بلد و راننده ما، شما تصور کنید که خیلی همین از حالت روحی و مردم به من قصه کردن. در حقیقت یعنی که دولت خودکفا ساخت یا از سوزن تا سمالیات تا راکت 2500 کیلومتر استحصال در درون میکنن، چون مجبور شدن، چون عقلی آریایی است. ما مردمی پیش قدمن ولی ما آریایی ها، ولی همین یک چیز نگران کرده است که اون طرف عرب ها چشم دیدنشون ندارن، این طرف اروپا. همین حال آمد یک فرودگاه بین المللی خمینی همین طیاره از ازبکستان میپرد از تاجیکستان. این یعنی که میتواند که مثلا مانند مثلا فرودگاه های ترکیه که از 100 دولت میشیند، این خیلی شلوغ گفت ایرانی نیست. مجموعاً من گمان میکنم که هر چیز زودتر رابطه ها رو ما مستقیما با ایران، همین پاییزی که آوازه است که با ترکمنستان بپیوندن، اگر این پاییزی زبان شورای ما ترکمنستان داریم که همین هر زودتر مونوپول باید از تاجیکستان گرفته شود. باید همین 3 شرکت فقط بنزین و گاز نیارد. دیرم است در ایران، دیرم 100 شرکت شده نکنه اینجا ممکن بنزین 3 سومانی می شود. همین باید حکومت‌ها هم باید توجه کنند. همین مونوپول از من برداشته شود که ما دولتی خوردیم، اما چی تامین است، تمام این چیز رو میتوان از ایران آورد. خوراک فراوان، بنزین فراوان، گاز فراوان، ولی اکنون کجا؟ سوالی تهران کجا میکشد؟ اینجا یک فرضیه‌اش همین بلوچستان، سرحد پاکستان، اینجا یک بلوچستان یک ولایتی بوده است که اهالیش خیلی کم است، ولی چون به پاکستان نزدیک است، کوه‌هاش بلند است، اونجا کمی رود و چشمه و زمین‌های حاصلخیز و مثلا در تهران 300 متر میکوبی آب نمیبراید.
در اونجا 30 کیلومتر آب هست در تگ زمین. 350 متر در ایران میکنه، در تهران نفت میبراید 300 متر در آب. من ببین 300 متر یک مترش 500 سومونی کندنش. ببین $30,000 در کور یک خانواده بخدش آب کند برورد. سلامت باشید عبدالقادر عزیز. من فکر میکنم که این صحبتی اولین و آخرین ما نیست. نه، در آخر من یک مراجعه دیگر به دادرکان و به بعضی برادران و همسالانی که تعصب زدن یک مراجعه داشتم با اجازه شما خورشید. هموطن ارجمند، من با تکرار میکنم نیتی بد ندارم. من میخواهم بعضی افرادی که از گذشتهشان دور شدن خداشان رو با گذشتهشان بپیوندن. من بار دیگر خواهش میکنم بیاید بی تحقیر بی حقارت. ببینید که یک راننده روس، یک مهمان افریقایی، یک یهودی، شما دیوانوار برای او در ترکستان میاد خدمت میکنید. از دیگر دین است، بت پرست است، یهودی است، نصرانی است، ولی یک هموطن خودت که به دین نیاگان خودت پیوسته است در 2 سال 3 سویقه است، 30 پرونده مأموری. بله. این تلفن هم میکشویم خوشه از 10 SMS 8 زن تا فلان، اوچه تا فلان، خواهر تا فلان، دختر تا فلان، فلان 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 کلات با شمشیر الله میگیریم کیم چیکار میکنیم کیم چی میکنیم. البته من فکر میکنم که محض همین گونه تهدیدهای بی اساسی، بی معنی، بی منطق شما وادار میکنه که فقط با گفتن عباره کتابخوان یا که شیمپانزه این اگر شما عصبای ما آهنی است، شما تصور کنید که من یک بچه مثلا نازپروری پدر مادر خود را مشان کنم با ادب ترین بچه سین و یک زیوی فرهنگی 2 سال میلیون حقارت بر پدر و مادر و به دختر و به فرزندای من در طوری سر میریزد. میلیون. و در آخر بار دیگر هموطن ارجمند، من ایمانی کسی را بار دیگر دزدن نیستم. دین ما در برابر 66 تشکیلات دینی دیگر حق دارد در وطن خودش زنده باشد. من همین آتش مقدس زردشتی را میخواهم بیارم در تمام شهر و ناحیه آتش کردن. یک آتش کردن مانند اسماعیلیه در تاجیکستان باشد. 10 میلیون زردشتی‌های دنیا اینجا میان، پول میشود، خب توریسم میشود، ما را با خود میشناسن، ما خودم را میشناسیم، ما را میشناسن، ما اونا را میشناسیم. این دین رادیکالی نیست، دین اکادمی است، دین فرهنگی است. و بار دیگر هموطن ارجمند، نمیخواهم با شما بحث و جنجال زیادی کردن. شما مرا بفهمید 20 سال رفته در تگ پای یک روس کار میکنید ولی مرا چشم دیدن ندارید. یک هموطن خود، او هم دینش بیگانه است، به قول تو دینی ما هم بیگانه. پس چی میشود؟ یک تاکسی یا راننده تاکسی یک افریقایی را نارنج میبرد، راحتی میبرد و مرا وقتی که من میکنم با سیگنال حقارت میکنم و بالای سرم های میکنم. از 10 تاکسی دوشنبه 3-4 نفرش مرا نمیخوان خدمت رسانی کردن. رادیکالیسم، یعنی افراطی گرایی در خون و وجود این جوانای ملت از کجا با سرعت بخیلی کیهانی افراطی شوی جامعه مرا نگران کرده است. باشه میدونم هر چیز زودتر باید مثلا حکومت البته کارهای بزرگی کرد، مقامات کارهای بود، همین شورای علما چرا یک صحیفه نمیکشوید؟ چرا مثلا از 4 ابله هرزگو رو گوش میکنن این مردم؟ چرا همین مفتیات ما تلکانال نمیکشوید که همه سوال ها با اینا داده شود؟ اینها باید جواب رسمی بدهد. اینکه عبدالقادر سطح سوادشون نمیرسد و ساختن و یا یک فرمان انتظار دارن از جناب عالی. عادت کردم که باید فرمان انتظار شدن و من فکر دارم که این صحبت اول ما نیست و باز به این موضوع برمیگردیم. عبدالقادر عبدالقهار بود روزنامه نگار و کارشناس و همچنین رهبر معنوی زردشتیان تاجیکستان که راضی شده وقتی قیمت خود را صرف کرده راضی شدن تا از سفردیده های ایران عموما از مشکلی های جامعه امروز حرف گویند و من باور دارم که این صحبت اولین و آخرین ما نیست
ما باز با عبدالقادر حالا باز صحبت خواهیم کرد.